سلام عرض ادب. تو بیلای 800 خط هشت که دیگه تصمیم پروانه‌ای تو کار نیست، به جاش هیدروموتور فن گذاشتن. دو تا حالت فن برای شما مشخص کردم. برای این کار اول وارد مانیتورینگ دستگاه میشیم، بعد میایم توی قسمت ادجاستمنت 07. اینو میریم داخل. برای ما فن اسپید مود سلکت گذاشتن و فن 100% و 70%. 70% میتونیم بگیم برای تابستونه، برای زمستونه. 100% برای تابستون، یعنی که فن با دور 100% بزنه. حالا ما باید از توی فن 70% و 100% اندازه‌هاشو مشخص کنیم، بعد از بالاییه انتخاب کنیم که فنمون رو 70% بشه 100% بشه. حالا فن 100%. فن 100% طبق جدول وقتی میرید داخلش عدد به شما میده که این عدد 560 بالاترین دور فن 100%، که ما این انتخاب میکنیم. بعد میایم پایینی فن 70% هم که میریم داخل، بالاترین عددی که برای فن 70% 570. یعنی شما میخوای تو فن 70% بالاترین دور رو داشته باشی، بعد بذاریش 570. تو فن 100% هم بالاترین دور رو داشته باشی، بعد بذاری روی عدد 560. وقتی این دوتا رو انتخاب کردی، میای بالای فن اسپید مود سلکت. اینجا میای، اینجا سه تا گزینه برای شما مشخص کرده. 550، 551 و 552. 550 میشه حالت اتوماتیکش که خودش اگر حس کنه دما بالاست یا دما پایینه دور فن کم و زیاد میکنه. و اینکه اگر بخوای رو فن 70% بذاریش، بعد بذاریش 551. اگر بخوای رو فن 100% بذاری 552. اگر هم بخوای اتوماتیکش کنی 550 انتخابش میکنیم. ما رو این دستگاه 550 انتخاب کردیم، تایید میکنیم. اینجا هر موقع دما کم و زیاد بشه، خودش به نسبت سنسورایی که روی موتور هست فن 100% و 70% برای شما مشخص میکنه. برقرار باشید.